زحمت بکش خونسر رو بکش یه سوپی براش درست کن. سلام علیکم. سلام خوبی؟ سلام آقا یوسف. سلام میدم. فعلا باید دخترم خوبه. سلام رضا. نرگس ان شاء الله. دعاش کنید. خیلی تشکر کنید. آسیاهاش مرخصی داد امروز. به نرگس برسن. دست شما درد نکن. به خیر گذشت. خدا از خواهری کمت نکن. زنده باش. بیچارا ناامید برگشتن. مادره که بدبخت رنگ به صورت نداشت. آدم جیگرش کباب میشد. میگفت دکتر گفته این بچه باید تا مدت‌ها از تو خونه تکون نخوره. گفته ببرید سرگرمش کنید. گفت آخه این بچه رو من چجوری سرگرمش کنم؟ میخواد بره این ور اون ور با همسن سالش بازی کنه، بگرده. گفته تلویزیون ببینه، فیلم، کارتون، چه میدونم. خبر نداشتیم بندگان خدا تو این اسباب کشی تلویزیونشون هم از بین رفته. والا خدا. پس بی خود نبود که آقا یوسف خودشو به در و دیوار میزد وام بگیره. میگم هر از گاهی بهشون سر بزنیم بچه رو ببر که با اون بچه بازی کنه. ثواب داره. حتما. مادرش میگفت دکتر گفته هر جوری میتونید سرگرمش کنید. خدای نکرده چون مدت طولانی باید تکون نخوره، جایی نره، افسرده میشه. سفر برید. یکی نیست به این دکتره بگه خدا پدرتو بیامرزه. آخه این بیچاره‌ها چی دارن که باهاش برن سفر؟ یا حداقل ببرنش شهر بشه یه دکتر بهتر. ای وای. میگم سیاوش جانم. نمیشه این صاحب کارتون یه مساعده چیزی براشون درخواست بکنی؟ والا چی بگم؟ نمی کارگر ساده از تازه اومده. حالا هر کاری از دستت برمیاد بکن، ثواب داره. ببینم چی کار میتونم بکنم. بخور عزیزم بخور. بخور. این بچه هنوز داره نقاشی میکنه علی؟ اون که دنیاش نقاشیه. تمام زندگیش نقاشیه. از درس و مشقش نمونه ها. نه نگران نباش. خودم حواسم بهش هست. دست شما درد نکنه خانم. خیلی ممنون. برم دیگه دیر شد یوسف رو منتظر خدا حافظ کنم. به سلامت. خدا و همراهت. علی جان برو مادر صبحانت رو بخور، گیرت میشه. چشم. آقا یوسف هم اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام آقای. سلام، حال شما خوبه؟ سلام. خیلی ممنون. سلامت باشید. آقا سیاوش جان شما جان آقا یوسف. شما خیالتون راحت باشه، ایشون باید از ما مراقبت کنن. خدا حافظ شما. خدا نیلوفر یادت یه دونه تلویزیون کوچیک داشتیم؟ میدونی کجاست؟ آره کجاست؟ توی انباری ولی خرابه. میخوای چی کار؟ بعدم بهت میگم. خداحافظ. سلامش هستم. خداحافظ. سلامش هستم. خداحافظ. سلامش هستم. خداحافظ. خداحافظ. سلامش هستم. خداحافظ. خداحافظ. سلامش هستم. خداحافظ. 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 سؤال بعضی ها همینطور، سؤال بعضی ها همینطور به گوش آنها آویزان میماند، مثل یک گوشواره. اجازه گفتی ما چیکار کنیم؟ حالا بذار دیکته بچه ها رو بگم بعد بشیم. بعد هم
یک مرتبه میافتد و گم می شود. خب بچه ها دفتر دیکتتون رو بدین به من. بچه های کلاس 5 کتابای ریاضیشون رو بذارن روی میز. علی پیرمرده دوست نداره کسی دور و برش باشه. باشه تو برو من میام. علی دیر شد بیا بریم. پسرم چکمه تو سفره ننداخت. بله یه چکمه تو سفره ننداخت، گناه داره. من چکمه که تو سفره نمیندازه. چرا دیر اومدی؟ تو بخور من خوردم. رفتم مدرسه. بازی با کی میکردی؟ مادر داشتی بودن؟ باشی مدرسه سردته؟ میگردی؟ مدرسه چه خبر؟ لا 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 چطور مگه مامان جان؟ هیچی از بچه های بالا شنیدن این همسایه روبروی است تازه اومده. دخترش بیماری روحی داره. من خیلی دقیق نمیدونم مادر. فقط اینو میدونم این طفلی نه که نمیتونه حرکت کنه، مثل شما دلش میخواد بره همه جای روستا رو ببینه بگرده. خب نمیتونه دیگه، ناراحته، کنجکاوه.
مامان میشه منو نیلوفر ببریم روستا رو بگرده؟ نه مامان جان، خطرناکه. ما که دقیقا نمیدونیم مریضیش چیه. مسئولیت داره برامون. مامان جان مامان، میشه بریم خونهشون؟ دوست دارم نرگس رو ببینم. میبرمت مامان جان. باید یه خورده صبر کنی، ما با هم بیشتر آشنا بشیم، بشناسیمشون. اون وقت خودم میبرمت پیشش. خب ما که دقیقا نمیدونیم مریضیش چیه. شاید مامانشینا دوست نداشته باشن کسی بره خونهشون. خب به قربونت برم، بخواب دخترم. سلام. سلام. استاد محمود است؟ برو تو هست، برو تو. سلام استاد محمود. علیک سلام. کاری داشتی؟ اومدم این تلویزیون رو واسم درست کنی. این تلویزیون سیاه‌سفیده. برات تعمیرش میکنم، یه برنامه هم بهش میدم، برات رنگیش هم میکنم. اینم سیمش. نگران نباش، برای تعمیرش میکنم. چرا بغض کردی پسر؟ برای تعمیرش میکنم. چقدر طول میکشه؟ 1-2 هفته. سخت افزارش خوبه، یک نرم افزار براش پیدا میکنم. پس من تا اون موقع چیکار کنم؟ یعنی اینقدر واجبه؟ آره. خب این همه منظره کوه و درودش، گل، باغچه، قورباغه، جنگل، اینا همه برو به اونا نگاه کن تا این آماده بشه. برو پسر، برو، برای تعمیرش میکنم. برو.
باشه خداحافظ. خداحافظ برو. بفرمایید خونه. خیلی ممنون. بفرمایید. باشه. خیلی سلام برسونید. ببر خونه. خیلی ممنون هست. خیلی ممنون. میخواد کمک کنم؟ قربان نه خیلی ممنون. سلام برسون. خدا. دخترم اینجا بینم سلام سلام عزیز بابا ببینم دختری بابا داشتی چیکار می‌کردی؟ چیکار داشتی می‌کردی؟ خوش اومدی آقا. خیلی ممنون شما خسته نباشید. چه خبر؟ سیاوش جانم. پس چی شد این وام آقا یوسف؟ هیچی. امروز کلی التماس کرد ولی فایده ای نداشت. کارفرما عصبانی شد گفت تا 3 ماه دیگه 1 قرون نداریم. تازه تا چند وقت دیگه کار پل تموم شه باید بریم یه جای دیگه. بابا کار پل راه تموم شه آقا یوسفینا با ما میان؟ گمون نکنم. اونا هم باید یه جای دیگه برن. چطور؟ هیچی همینطوری پرسیدم. بابا میشه از اینجا نریم؟ دخترم کار راه آهنه دیگه. اون میره جلو ما هم باید بریم هی جلوتر. ما هی باید بریم جلوتر. فهمیدی؟ همینه دیگه. تا این بچهای زبون بسته میان یه جا عادت بکنن باید زندگی رو جمع کنیم بریم یه جای دیگه. خانم کاری از من بر نمیاد که. تازه چه اشکال داره میریم جای جدیدتر، جای تازه‌تر میبینیم روحمون هم تازه میشه. اینجوری بزرگ میشیم مگه نه؟ نرگس که نمیتونه راه بره چیز جور با جور ببینه بزرگ نمیشه؟ دخترم تا دوستای خوبی مثل شما داره خب کمکش میکنی اونم بزرگ میشه دیگه. حالا غذاتون آره؟ بخور. شما هم غذاتون رو بخورید. بریزم برات عزیزم. نه؟ تو چی؟ نه من بخور دیگه برجی خالی نخور. میخوای؟ کلا دختر خوبم بخور عزیزم. و هیچ شغلی بی مشورت نیکو امیر حسین سرت به کار خودت باشه. بی مشورت نیکو نیاید. خب بچه شیشم دفتر دیکتاتون خب بده.
خب بچه های چهارم. بله مریم و قاسم امروز غایب کردن، فقط ما اومدیم. اشکال نداره عزیزم. شما جمع این کلمه ها رو برای من بنویس. بچه ساکت. خانه، مادر، اتاق، کلمه. جمع اینا رو بنویس به من بده. بچه های سوم هم که قرار بود با هم دیگه حاصل جمع رو کار بکنیم. خب حاصل جمع این دسته از اعداد رو بنویسیم بچه ها. 8756 6942 و 3854. بنویسین تا 3854. خب بنویسین تا ما برسیم به نقاشی بچه های کلاس 5. خب بچه ها من اگه نگم هم دیگه همه تون میدونین که من اصلا نقاشیم خوب نیست. حالا همینجوری یه چیزی براتون میکشم چون درس نقاشیه، ولی شما باید نقاشیتون خیلی خوب باشه. حالا من بهتون میگم چجوری نقاشیتون خوب میشه. اولین قدم برای اینکه یه نقاشی خوب بکشید اینه که به اون چیزی که میخواید بکشید خوب فکر کنید. یعنی بتونید تو ذهنتون تخیلش کنید. وقتی این کارو کردین بعد دست به کار میشین. حالا این جلسه ما با همدیگه خورده تمرین میکنیم، اما جلسه دیگه همتون باید با خودتون یه نقاشی خوب بیارین. باشه؟ خب ببینم چیا دارین میکشین. به به چه قشنگ کشیدی. ببینم معلومه علاقمندی ها. خب که با تأخیر اومدید مدرسه. شما تشریف بیار جلو ببینم. واسه چی با تأخیر اومدی مدرسه؟ آقا اجازه، ما یه خواهر داریم که اسمش زهراه. مامانمون اونو سپرده بود به ما، رفته بود ولی دیر کرد. به خاطر ما صبحونمون دیر خوردیم، دیر کردیم. دروغ چه نمیگی؟ نه آقا دروغمون کجا. برو سر کلاست. آخرین بارت باشه ها. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم علی آقا. شما برای چی تأخیر کردی؟ آقا تو راه مدرسه یه تابلو نقاشی دیدیم، حواسمون پرت شد، دیر شد. یعنی چی؟ مگه کلاس نقاشی ندارید؟ مگه معلم ندارید؟ آقا معلممون فارسیش خوبه، نقاشیش خوب نیست. کی گفته که نقاشیش خوب نیست؟ همیشه نقاشی میکشه میبینیم. خیلی خوب خیلی خوب. برو سر کلاست. من خودم باشون صحبت میکنم. دیگه تکرار نشه. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم. برای چی تأخیر کردی؟ آقا اجازه، هم مامانمون خواهرمونو به ما سپرده بود، هم صبحانمونو دیر خوردیم، هم معلم ما نقاشی بلد نبود. آخه
منم که حرفاتو باور کردم. حیف که دستم بسته است. آموز پرورش قدغن کرده تنبیه بدنی رو. وگرنه با اون چوبال بالایی که تو بچگی ها ما رو تنبیه میکردن بهت نشون میدادم که دروغگویی یعنی چی. تو یکی باید بری با ولید برگردی. برو ببینم. حالا نمیتونی ما رو بخشین؟ خیر بفرمایید. علی اونجا چی کار میکنی؟ بیا اینجا بینم پسر. نهار آوردی؟ اینجا بینم چه خبر؟ با میشه رفتن یه دونه از اون قابا به من بدید؟ کدوم قابا؟ از همونایی که کارگره درست میکنن اونجا. نه عزیزم نمیشه. بابا اونا رو واسه چی استفاده میکنن؟ اونا رو میبندن دور آرمادورا که محکم بشه. یا هوس نکنی بیا این کارو بشی یا فهمیدی؟ نه اینکه من از کارم ناراضی باشم، اما اینجوری آلاخون والاخون میشی. باید به فکر خانواده‌ت هم باشی. ها؟ با راستی اون تلویزیونه بود تو انباری بود، خراب بود. اونو بردن دارن درست کنن بدیم به آقا یوسف اینا. برای چی این کارو کردی تو؟ اون اگه درست بشه بود که خودم داده بودم که. به جای درس خوندنت میری این کارا رو میکنی؟ برگشتن میری پس میگیری. چشم. حالا بعد برای آقا یوسف اینا هم این فکر نمی‌کنی. سلام. سلام اوست محمود. سلامت آقا. خیلی عجله داری؟ این حالا کار داره. با یه قطعاشو از زیور جور کنم. برو بابا، برو یه هفته دیگه بیا پسرم، برو. ببخشید من اومدم ببرمش، اون دیگه درست میشه. من که اصایی کارم میگم میشه، تو از کجا میدونی نمیشه؟ این حرف رو بابام گفته، حتما یه دلیلی داره دیگه. اگه این تلویزیون خرابه به چه دردتون میخوام؟ میخوام بریزی تو آشغالدونی؟ بذار سر سبره درستش کنم، بعدش هم پولش بیار بده. برو بابا، برو سر داشته باش، برو. خداحافظ. چیکار کنم آقا؟ داد نکن چیکار کنم؟ بچه‌م دارم دستم میگه.
علی آقا یه پارچه سفید رو این میکشی، اون وقت برای نقاشی آماده میشه. اون وقت بهش میگن بوم. ببخشید شما برای چی هر وقت میاد جنگل با این نقاشی میاد؟ تو یه همچین جایی رو تو این اطراف دیدی؟ مگه خودتون نکشیدی؟ اگه یه همچین جایی رو تو این اطراف دیدی حتما بیا خبرم کن. اگه کاری هم درباره نقاشی داشتی بیا حجره من. حالا دیگه پاش لباساتو تنت کن برو، نگرانت میشن. اگر این دفعه هم اومدی جنگل مراقب چال و چوله های شکارچیا باش. دست در نکن. مواظب راه هم باش. نیلوفر تو فقط چوبای بلند سوار کن بده من، نمیخواد ببندیشون. خب منم میخوام ببندم، چوب جدا کردنه که کاری نداره. آخه تو زورت کمه، ببندی وا میشه. علی نرو واسه بادبادک میخوای؟ مگه بادبادک با اینا هوا میره؟ گفتم که بهت بعدم میگم. پارچه سفید چی شد؟ هر وقت مامانی نخوابیدن بعدم. نیلوفر علی بیاین اینجا. نیلوفر تو برو من میام. علی مامان جان بگی بخواب، صبح زود باید بری مدرسه. نیلوفر بلند شو بینم. چی کارم داره؟ خوابم میاد. مگه قرار نبود پارچه رو بیاری؟ بیا بگیر بلند جدم بدم ببینم کار دارم. بلندم رو میخوای خراب کنی. سلام حسن. سلام حسن. خداحافظ. سلام حسن. خداحافظ. سلام حسن. خداحافظ. سلام حسن. دست خوب بخونی. میگن قدیما که ما نبودیم یه نفر اومده گاو مشخصا ازش قرض گرفته، تا الانم براش نیاورده، اینم منتظر. ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل عطر بوی گلها، مثل سبزی چمن. ای وطن، مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری. ای وطن، مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی. ای وطن. دستت درد نکنه پسرم. اون میخوایی یکم دستت میمونم؟ نه عزیزم،
همینجا وایسه بیرون نیا یا درگیر میشی تو؟ برای چی درگیر میشی تو؟ ردت کنم برین خوبه؟ والله ردم کنم برم بهتره. الان 2 ماه من حقوق نگرفتم آقا سیاوش. مگه من گرفتم؟ شما که از زندگی من خبر نداری که بیچاره شدم آقا سیاوش. چند ماه به این بچه ها قول دادم که ببرمشون مسافرت. خب این سنه بچه من گناه دارن، غلط کردن، تن بچه من شدن، همش باید تو اون 4 دیوار زندونی باشن. خوش آمدی علی آقا. بیا بشین روی این 4 پایه، الان میام. حالت خوبه؟ خوش آمدی علی آقا. تو جنگل که دیگه اتفاقی نیفتاد. الان حالت بهتره؟ بله خیلی ممنون. میتونم یه سوال درباره نقاشی ازتون بپرسم؟ خیلی خوشحال میشم، بگو. من وسایل نقاشی ندارم، چطوری میتونم بکشم؟ من میتونم کمکت کنم، راهنماییت کنم، بهت یاد بدم چجوری نقاشی بکشی. این قلم رو میبینی شما؟ بله. میتونی قلم برای اندازه‌گیری ازش استفاده کنی، بذاری جلو چشمت، عمود نگاه کنی بهش، اینو بگی دستت، به فاصله بگیر، آها یه چشتم ببند، عمود نگاه کن، راحت میتونی اندازه رو در نظر بگیری. یا بچرخونی به این حالت افقی نگاه کنی، اندازه رو با این تشخیص بدی. خیلی خیلی خوبه. ضمناً خیلی مهمه که برای نقاشی حتما با پنجهات ورزش کنی، پنجه ها رو آماده کنی برای گرفتن قلمو و خوب کار کردن. این قلمو رو بگی دستت. این همون بومیه که تو جنگل بهت گفته بودم و دادم. دست بکش. این قلمو رو میتونی بگیری دستت، به آرامی بکشی روی بوم و یواش یواش تمرین کنی که بتونی نقاشی رو راحت انجام بدی. نیلوفر چیکار میکنی؟ دارم نقاشی میکنم. بازی گوشی نکن، بیا من کمک کن، اینا رو جمع کن. دستانه رو میخوام. من میخوام برم بغل پل نقاشی بکشم. خب تو اونا رو جمع کن، بذار تو انباری. باشه؟ باشه. سلام مارو خانم. سلام علیو. میشه یکم از این رو بنارت دم بدی؟ چیکار؟ میخوام باش نقاشی بکشم.
شیشه تو بذار تو سینی واسه دستتون در خداحافظ. دستت نکنم. سلام نناسیه. علیک السلام. میشه یه چند از این هیزمای سوختت هم بدی؟ بله بفرما. دستت درد نکنه زحمت شد. دستت درم خداحافظ. سلامت سلامت. سلام برسون با مادرت. سلام خاله مریم. سلام. میشه که از این دوم گاوات به هم بدی؟ چرا نمیده؟ برای چی میخوایی؟ میخوام باش قلم درست کنم. باشه. خدا نکرده مامان دعوامون نکنه. تو فعلا حرف نزن، من خودم بهش میگم. باریکلا، دستت درد نکنه. نقاشی بسیار بسیار زیبایی کشیدی. این نشون میده که دستت روونه و واقعا علاقه داری. فقط من میخوام بدونم این رنگا رو چجوری درست کردی. مثلا این رنگ زرد رو چجوری درست کردی؟ با تخم مرغ. باریکلا، آفرین آفرین. خب این قرمز رو با چی درست کردی؟ با روبنار. به به. فقط میخوام یه چیزی بهت بگم. دست درد نکنه. فقط اگر میتونستی یه تلالویی به این آب رودخونه بدی بسیار بسیار زیباتر میشد. یک حالتی مثل این. و من افتخار میکنم که تو یه همچین نقاشی کشیدی. باریکلا.
رعنا خانوم، رعنا خانوم. جانم. سلام خواهرم. سلام. حالت خوبه؟ سلامت باشی. بفرمایید. خیلی ممنون. نرگس چطوره؟ خدا رو شکر. خب الهی شکر. میگم خواهرم ما داریم میریم برای همین عروسی یه خورده خرید کنیم. شما میای بریم؟ نه، ما نمیتونیم بیایم. میدونین که نرگس حالش چطوره؟ انشالله زودتر خوب میشه. نگران نباش. امید به خدا. اگه چیزی لازم داری بگو ما برات بگیریم. نه، زنده باشین. بریم با امید خدا. باش. خداحافظ. خداحافظ. باریکلا علی جان، این تابلو رو خیلی خوب کشیدی، خطوط رو در نظر گرفتی و روی تابلو کار کردی. اما این خونه پشت اون خونه بود، من چطور باید بکشم؟ آها، چون اگر میکشیدی پشت اون اصلا دیدی نداشت. هر شیء یه پرسپکتیو داره. اون پرسپکتیو چیه؟ آها، پرسپکتیو هر طول، عرض، ارتفاع و عمق هر شیئی رو میگن پرسپکتیو. خیابون، خونه، جنگل، هر کدوم به تنهایی یه پرسپکتیو داره. باریکلا به این فکره. فقط میخوام بدونم این تابلو رو تو با رنگای طبیعی کشیدی، درسته؟ بله. آها، از این به بعد من بهت یه تعدادی رنگ میدم، قلمو میدم، با اینا کار کن تا بتونی کارت بهتر و خوبتر بشه. این قلمو و این رنگ ها هم پلی تو باشه. مثلا زرد و قرمز رو که با هم قاطی بکنی رنگ نارنجی به دست میاد.
دست شما درد نکنه. نوش جان. میگم سیاوش، جانم. این رعنا خانوم گفت از خودت بپرسم، میخواد ببینه میشه این دخترش نرگس رو بیارن محل کار باباشو ببینه؟ عزیزم نمیشه که. آقا یوسف خودش باید بدونه که اونجا یه محیط مردونه است. این بچه هم یه مریضه، معلوم نیست چی بشه اونجا که. بعدش اونجا جای تفریح نیست که جای کاره. میدونم، ولی خب بچه است دیگه، طفلک افسرده شده، میبینه همه بچه های ما، بچه های همسن سالش میدونن این ور میدونن اون ور، همه جای دیدنی رو میبینن، ولی این زبون بسته نمیتونه که حرکت بکنه. حق داره. آقا یوسف امروز همش از علی میگفت ما که نتونستیم بریم عروسی، اما اون نقاشی که علی کشیده بود نرگس رو کلی خوشحال کرد. واقعا؟ خدا رو شکر. میگم علی جان، تو که میتونی بکشی بیا جای نقاشی هم از پل بکشیم بچه خوشحال شه. اما بعد از مدرسه تا با نیلوفر میافته دنبالم سیریش میشه. نه عزیزم، این بچه رو دنبال خودت نکشون، داستان میشه. اونجا رودخونه از پل محل کاره. خوشمزه شده دست درد نکن. خدا رو شکر خیلی بهتره. الحمدلله. رعنا خانم غذای آقا یوسف بده. خدا خیرت بده علی جان. علی بیا بشین. الان بیام. بیا پسرم. علی جان اینم غذای پدرت، برده برو. خداحافظ. به سلامت. مواظب خودت باش مادر. رودابه خانم، خدا علی رو براتون نگه داره. نرگس این روزا دیگه نمیخواد از خونه بیاد بیرون. میگم اگه مجبور شیم از اینجا بریم چی؟ تا میان این بچه‌ها با هم عادت کنن باید از هم جدا بشن. میدونم رعنا خانم، بهت حق میدم. برای خود ما هم سخته. از طرف همین اتفاقات باعث میشه که بچه‌های ما به همین راحتی دلبسته کسی یا چیزی نشن. اینجوری برای خودشون هم بهتره. راحت تر بزرگ میشن. نگران نباش. شما خیلی قشنگ حرف میزنین رودابه خانم. من که سواد درست حسابی ندارم، این چیزا رو نمیفهمم. حالا اگه کاری نداری بیا تو یه چایی بخور. نه باید برم. خداحافظ. به امید خدا. به سلامت. باریکلا میبینی رعنا خانم خیلی شبیه منو. اینا پشتش آبه، اینجا اونجا یکی دارن کار میکنن. اینم آب پشت سرشه. خدا خیرت بده علی جان. من و رعنا خانم هم بالاخره محل کار ببین عکس این پل چقدر قشنگ توی آب افتاده، ولی چقدر هم شبیه کشیده. اصلا اون نمی‌نوشتم. نوشته این آقا یوسف. باریکلا ماشاءالله. شفا هنرمند. باریکلا پسرم. برای شماست نرگس جان. آره ببین باباتون نرگس.
هرگز بابا جان این میگفتی محل کارتو ببینم. اینا من اینجا کار میکنم و زیر این پله دیدی؟ برا تو کشیده ها، تو ببینی. ماشاءالله. حالا یه روز عکس پدرت هم بکش دیگه. از وقتی که به سرش رفته تنها شده، فقط یه تابلو نقاشی ازش مونده. اسم پسرش هم علی ها. آخه پس به همین خاطره که به تو خیلی علاقه‌مند شده. بیا اینا رو بگیر، بنده خدا افسرده شده دیگه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. بریم علی جان. سلام. خداحافظ. آره فکر کنم. جایی نرفته باشه. جایی نمیره. مثل اینکه داره میاد. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. برو. راضی به زحمتتون نبودم. خواهش میکنم. ممنونم. شما اینقدر به این علی آقای ما لطف داشتین که اینا در برابرش هیچه. بازم اگه کاری داشتین به خود من بگید لطفا. منو پسر خودتون بدونین. خواهش میکنم. اما این هنوز کامل نشده؟ علی آقا قرار بود جاشو تو برام پیدا کنی. اتفاقا علی همیشه از این تابلو خیلی تعریف میکنه. این تابلو یادگار پسرمه. علی تنها پسرم. هنرمند قابلی بود. همیشه دنبال چشماندازهای بکت و دست نخورده میگشت. ولی چه کنم، تقدیر نبود کارشو به انجام برسونه. ولی من هنوزم منتظرم. بالاخره یه روزی برمیگرده. انشالله برمیگرده. بفرمایید سوپتون رو بخوریم. علی جان این بوم پلوی شما باشه. من حالم خوب نیست. هر موقع نشونی از این تکه رخت پیدا کردی حتما خبرم کن. چشم. بابا جونم. مامان چرا ناراحته دعواتون شده؟ نه عزیزم دعوا چرا؟ چون که ما باید بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، فهمیدی؟ اینجا هم باید بریم به صاحبش. حالا کجا میریم؟ میریم یه جایی دور دخترم. میریم 100 کیلومتر اون برتر.
عمو یوسف نه با همون میان. عمو یوسف اینو نه، اونو باید بمونن اینجا. عمو یوسف نگهبانی پلو بده. فهمیدی دخترم؟ بابا کی میخوایم بریم؟ فردا پس فردا عزیزم. ببینم تو دوست داری با قطار بریم یا با ماشین؟ قطار باشه. از این جهت که علی آقا از شاگردای خوب مدرسه ما بود و حالا داره میره واقعا ناراحتم، اما امیدوارم هر جا که میره درساشو خوب بخونه و در آینده برای خودش کسی بشه. ایشالله. اگه اجازه بدید علی این 2 زنگم سر کلاس باشه که بتونه با هم کلاسیش خدافظی کنه. خواهش میکنم، اشکالی نداره. هر طور میل شماست. پس اگه اجازه بدید دیگه ما مرخص بشیم. خواهش میکنم، در امان خدا. به سلامت. خیلی ممنون. خداحافظ آقای. خدا نگهدار. علی جان قصه نخوری یا سفر آدم‌ها رو بزرگ میکنه. خداحافظ. سلام اشرف. سلام اشرف. سلام. بفرمایید آدرس دقیقش تو این نوشته. پسرم موفق باش. انشالله که همیشه تو زندگی عاقبت بخیر باشه. دلمو شاد کردی. خیلی خیلی ازت متشکرم. اون نقاشی ها و قلم ها رو گذاشتم بیرون برات. انشالله در آینده هنرمند موفقی باشی. خیلی خیلی خوشم. خداحافظ. خدا حافظت باشه برای همیشه. سلام محمود. سلام. سلام علی جان، یکی هنوز تعمیر نشده. واسه یه کار دیگه اومدم. هر موقع درست شد بیارش به این آدرس. راستی بابام پولو داد، گفت بدم شما.
خدا بهت برکت بده. ببین علی جان داریم نزدیک میشیم ها. برو به همین آدرس برات میارم. باشه خداحافظ. خداحافظ. بدش من حسین. دستتون درد نکنه. مراقب باش. چشم. اینو میذاریم همین جلو. بفرما آقا یوسف. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خواهش بدش دست شما درد نکنه. شما یه دقیقه نگه دار من جاشو درست کنم شیشش نشکنه. همینجا خوبه. بابا جانم یه لحظه میاد. بگو دی چی میخوای؟ بازم مونده چیزی؟ اونم هست سیاوش. دستتون درد نکنه. همین رو بندازی. چشم. ممنون میشم. دست شما درد نکنه آقا. خواهش میکنم. خیلی من خوب شد دیگه. زحمت نکشی. خیلی محکم شد. بله. ممنون از شما زحمتاتون. دارید وظیفه‌مه. خیلی متشکرم. سلامت. آقا یوسف جان. دیگه به هر حال خوبی بعدی از ما دیدیم ببخشید. یه امانتی هم قراره بیارن لطفاً بگید استفاده کنید. شما دوباره ما رو شرمنده کردید. دست شما درد نکنه. به امان خدا. سلامت باش. خیلی ممنون. سر ما بزن. علی علی بیا دیگه علی. سر به ما بزن رو دا بخوان. چشم. خب خداحافظ شما. علی بیا مامان. خداحافظ شما. آقا یوسف با اجازهتون. سلامت باشید. خوش آمدید. حلال کنید. زنده باشید. خداحافظ. شما حلال کنید. ببخشید. برو بالا جلو جانی عزیزم برو بالا. بیا عمو. خداحافظ عمو. به سلامت. مراقب خودت باش. خداحافظ علی. یا خداحافظ. به سلامت. اینجا بشین سفش. بچسب اینجا نیفت. وای وای. خداحافظ به سلامت. من الان میام مثل اون دفعه نری منو جا بذاری. نپردارم که پروازم به سوی عیبت نپادارم گذر. آقا یوسف آقا یوسف. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سعی سالمه. خیلی سخت بود بالاخره تعمیر شد. دست شما درد نکنه. من چقدر باید تقدیم کنم؟ قبلا پرداخت شده. خیلی ممنون. این کارت منه. هر وقت کاری باشه در خدمتم. خدمت از ماست. بفرمایید چای تر. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. زنده باشی. زحمت کشیدی. آقا یوسف تلویزیونه؟ آره. از کجا رسید؟ فکر کنم همون امانتی آقا سیاوش باشه. خیر ببینم. بریم نرگس الان خوشحال میشه. از روستا که بیرون بریم بعد از دره تنگ یک کمی بالاتر میرسیم به جنگل بلوط. راه سختی است. بالای کوهستان جنگلی میرسیم به یک دشت بزرگ.
تک درخت تنها همونجاست. بالاخره پیداش کردیم عمو. اون بالا هوا خیلی سرده. اگر خواستید برید حتما لباس گرم بپوشید. ریلگذاری مسیر راه آهن تمام شد و ما باز مجبوریم که جلوتر بریم. از شما ممنونم و همیشه به یاد شما هستم. شاگرد کوچک شما علی. Ha ha ha!